تو این ویدیو خیلی سریع و حرفه‌ای یاد میگیریم چجوری رنگ سفید رو به مشکی تبدیل کنیم. دوستای گلم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من رضا لرستانی ام و اینجا استودیو مکس. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو سیو کنید که اگه الان فرصت دیدنش رو ندارید بعداً بهش دسترسی داشته باشید. بریم سراغ آموزش. خب من از این تصویر استفاده میکنم. فایلش رو توی کانال تلگرام براتون قرار میدم که بتونید به راحتی استفاده کنید. برای اینکه تایم آموزش طولانی نشه، من این سلکت رو قبلا انجام دادم و اونو بارگذاری میکنم. محدوده سفیدم رو انتخاب میکنم. از قسمت ادجاستمنت ها یک ادجاستمنت کرو روی تصویرم ایجاد میکنم. لغزنده اینپوت ها رو به سمت راست میبرم تا جایی که تصویر من کاملا مشکی بشه. اون لغزنده بالایی به سمت پایین میکشم تا یه مقدار رنگ ها برای من طبیعی تر بشه. روی قسمت خالی این لایه دبل کلیک میکنم تا بلندینگ آپشن برای من باز بشه. کلید آلت رو نگه میدارم و این لغزنده رو به سمت راست میکشم و یکم اونو به هایلایت ها نزدیک تر میکنم. اوکی میکنم. خب این کار به خوبی برای ما انجام شد. فقط یک سری هاله های رنگی روی تصویرمون باقی مونده که باید اینا رو از بین ببریم. روی تصویرم قرار میگیرم، یک ادجاستمنت بلک اند وایت روی تصویرم ایجاد میکنم. برای اینکه محدود بشه به اون قسمت سفیدی ماشینم، از لایه ماسک بالایی استفاده میکنم. کلید آلت رو نگه میدارم و درگ میکنم روی لایه ماسک پایینی. میبینید که به راحتی اون هاله های رنگی از بین رفت. الان میتونید قبل و بعد از کاری که انجام دادیم رو ببینید. امیدوارم از این آموزشم لذت برده باشین و اگه براتون مفید بوده خیلی خوشحال میشم نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید. توی ویدیو بعدی میبینمتون.